قربونت برم فنوچم. کوچولو اوکی. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر سخت باشه. سلام به همه. تریسی خانم اینقدر خوابیده، اینقدر بیحال بوده امروز. الان یه ذره تازه بچه پلنگ شده واسه من. الان شیر شده، بلند شده، یه کوچولو این ور اون ورشو نگاه میکنه، میگه که چی شد؟ بعد ببخشید من گفتم خواهم تریسی رو خوشگل کنم، لباس خوشگل تنش کنم. لباساش همه براش خیلی گشاد بود. بعد این لباسش اصلا بیشتر دوست دارم، باز تنش هنوز زار میزنه، ولی از این آدم میفهمه تو 5 روز این بچه اینجوری رفت پایین. و اینکه گفتم ازتون تشکر کنم از طرف خودم، از طرف این بچه. من اینجور درست کردم که یه ذره جاش راحت باشه. از طرف خودم، از طرف این بچه، از شما تشکر کنم از برای پیغامایی که دادین. گفتم گریه نمی کنم، جلو خودش که سعی میکنم مثلا گریه نکنم، که نفهمه ماماش ناراحته، نفهمه. و اینکه چیزه هم میخوام نبینین قده سرطانش اینا رو دیگه نبینین، من همین یه جوری پوشوندمش که دیده نشه. ولی چی میگم بهش، واقعا مرسی، انقدر پیغامای قشنگ به من دادین، اصلا خیلی، یعنی از همدردیتون، از درکتون، از همه چی واقعا من تشکر میکنم. تریسی خانم تشکر میکنه که شما این همه سال بهش چطوری بچه بهش عشق دادین و خیلی سخته. من خب سگ زیاد داشتم تو زندگیم، ولی خب اکثرشون به مرگ طبیعی رفتن و یکیشون هم که مجبور شدم بخوابونم چون سکته کرده بود. من اصلا ایران نبودم، سال اولی بود که از ایران اومده بودم بیرون که اینجا رفتم دانشگاه. مامانم بیچاره برد خوابوندش و اینا، برای همین من ندیدم و همیشه پیش خودم میگفتم که خدا اتفاق برای من نیفته که من بخوام تصمیم بگیرم اصلا ببینید برم نوزی تو. بعد ولی میخوام باهاتون در میون بذارم که چی شد، که چقدر سخت بود و من بعد بین خودخواهی خودم و این بچه یکی رو انتخاب میکردم و اینکه تا آخرین لحظه من تصمیم نداشتم. یعنی حتی اون مطلبو که ببینید چجوری نمیدونم چجوری توضیح بدم، من همه پروسه رو رفتم جلو، ولی تو دلم اینجوری بود خب نه من که این کارو نمیکنم. ولی داشتم زنگو میزدم، بوکو میکردم، با وت حرف میزدم، با چند تا وت دیگه حرف میزنم. میدونید چی میگم؟ یعنی پروسه رو میرفتم جلو. بعد قرار بود 4 شنبه این کارو بکنیم، چون 2 تا وت دیدنش، حالا وت خودش که هیچی، الله اصلا اونا رو دیگه نمیخوام توضیح بدم اصلا. و تا دیدنش همون رو 4 شنبه که دیدنش به من گفتن که بخوابونش، این میخوای چی ببینی که بخوابونش دیگه، نه راه میتونه بره نه چیزی. تازه این نبود اون موقع، از این گذاشت رو ترازو که چقدر وزن کم کرده، تازه الان خیلی بیشتر وزن کم کرده تو این 5 روز. بعد من گفتم اوکی. ولی امروز یه صحنه دیدم، خب این بچه اصلا تمام این ببخشید گلاب بروتون، تمام این 5 روز اسهال بوده، داروهاش روش تاثیر که نکرد، هیچی، بدتر هم شد به خاطر اینکه سرطان تمام فکر کنم بدنش رو گرفته و خب این یه وجب بچه این قده ها خب فشار میاره دیگه. بعد امروز خودش اصلا یه نگاهی به من کرد که چرا تو باید همش منو سرپا بگیری، من چرا باید اینجوری ازم چیز شه. و اصلا امروز خیلی بد بود. یعنی امروز دیگه نگاهش و اون چیزی که دیدم که ازش رفت دیگه گفتم آخه برای چی این بچه باید زجر بکشه به خاطر اینکه 2 روز بیشتر با من باشه، 3 روز بیشتر با من باشه. و بعد چون دکتر رو بهش گفت من میگم وت ببخشید، دامپزشکش گفت صحنه‌ای میبینی که نمیخوای ببینی. بعد خب برای چی
بعد خلاصه خیلی سخته، خیلی سخته. باش قبلا صحبت کرده بودم، موقعی برنامه استیج بود گذاشته بودمش رو صندلی یکی از جاجا و عکس گرفتم ازش و اینو گذاشته بودم تو فیسبوک و اینا. گفتم فکرم تو اینستاگرام هم گذاشتم، بهش گفتم شما تو 15 سالگی حق نداری بری، بعدش حالا با هم صحبت میکنیم. تریسی الان 14 سال و نیمشه، با 3 تا بیماری جنگید و من هر دفعه پاش وایستادم. دفعه اول که مننژیت گرفت فکر میکردم باید بخوابوننش، من وایستادم MRI بشه، شیمی درمانی شد، این شد اون شد، همه اینا. بعدش که پارسال 8 اوگست هارت فیلیر داشت که اصلا گفتن زنده نمیمونه. خیلی قربونت برم که من 1 سال و نیم گذشته، داره میشه 2 سال، اوگست میشه 2 سال و من این بچه رو نگه داشتم با همه مشکلاتش. حالا سرطان، خب ولی سرطانه داره تیکه تیکش میکنه. الان شما اگه اینجا بودین صدای قلب این بچه رو اگر میشنیدین باورتون نمیشه، یعنی سرطانه به درد و زجر و اینا داره میکشه دیگه همه چی رو. این چیزایی که میگه کامل طبیعی دوران پیری این چیزا هست. نه سحر خانوم چیکار کنم؟ یعنی اونایی که میگن به خاطر من از خدام اینو نگه دارم و جلو چشم هم مثلا به 2 روز بیشتر باشه، چون مثلا نمیتونم تصور کنم فردا این موقع نیست، برای اینکه فردا این موقع تحویلش دادم رفته، خب یعنی فردا این موقع تموم شده. خب ولی من نگرش دارم که چی؟ نگرش دارم که ببینم ذره ذره میره. مثلا سحر رو بیارم بالا، سحر از تجربهش بگه، چون سحر آدما هم الان تو این دوره همشون میگن وقتی ما داریم زجر میکشیم تو رو خدا ما رو راحت کنیم. نمیدونم چرا علاقه داریم، من خودم ترجیح میدم اگه وقتی دارم زجر میکشم هیچکی نباشه. سلام عزیزی، فرشته خانوم. تریسی خانوم سحر اومده با قیافه منو. یعنی تمام لحظه هایی که داشتی حرف میزدی قشنگ خودم جلوی چشم میآوردم که چی شد. یه چیزی رو میخوام بگم، اینکه گفتی که صحنه هایی رو میبینی که شاید دیگه نخوای ببینیم. اصلا امروز چیزایی دیدم اصلا اینجوری بود به من که چرا من بعد الان قد زجر یه بکشم. چیزی رو میخوام بهت بگم به همه اونایی هم که میدونم براشون سواله که چرا باید همچین کاری رو بکنی، یه توضیح بدم. دقیقاً تمام این پروسه‌ای که تو داشتی و من داشتم، تو این روزی که تو هستی من بودم و داشتم فکر می‌کردم که این کار رو بکنم این کار رو نکنم، درسته درست نیست، که اینو هیچ وقت هم نگفتم به هیچ کم نگفتم و مامانم هم نبینه اینو که دارم میگم. توی این حال و ولو بودم که این کار رو کی انجام بدم که یک شب پیشش خوابیده بودم، بلند شدم دیدم که تمام روی قالی که من کنارش دراز کشیده بودم پر خونه. این اون صحنه‌ایه که تو نمیخوای ببینی و الان بهترین کار رو داری انجام میدی، درست‌ترین کاره. و به همه بگم که نه تو 1% فکر کن که کار اشتباهی میکنی، نه که کسایی که آشنا نیستن، چون کسایی که نمیدونن یا حیوان خانگی ندارن یا اگه دارن توی این مرحله نرسیدن و این بهترین زمانیه که این فرشته خوشگلمون بره به بهشت فرشته ها، راحت باشه، درد نکشه، زجر نکشه. اصلا اینقدر ناتوان شده میبینم اصلا قیافش عوض نشده تا الان، یا یه ماهی هست چند ماه 2-3 ماه ندیدیش این بچه رو. تو بیشتر متوجه باید بشی که این من آرایشگرم از این هفته به اون هفته به من گفت این چرا اینجوری شد، یعنی بهت میگم اینجوری یهو رفت پایین. و چقدر عجیبه که سالومه 14 سال و نیم گفتی که عمرش بود و از این 14 سال و نیم 14 سالش با تو بود، دقیقاً زمانی که ساشا پیش من بود که از 6 ماهگی کنارم بود. و تنها چیزی که آدم دلخوشیشه که بعد از این اتفاقی که داره میفته، تنها چیزی که به خودت میگی که خدا وظیفه نگهداری مخلوقش رو به من سپرد و توی بهترین حالت ببین چقدر مردم دوست دارن. دنیا رو بهش دادی، بهشت رو بهش دادی.
ببین به بیام دست بالا. من بود که تو هممون دیدی، هم خودتو من دیدم، تو هم من دیدی که چجوری برای بچه‌مون جنگیدیم. یعنی من همه هر چه اتفاقی بلای سرش اومد من جنگیدم براش. دقیقا. ولی الان دیگه میبینم اصلا وقتی ببین اصلا غده سرطانش از پیروز یه شکل بود، دیروز من اینو نگاه کردم چون من خیلی به این دقت میکنم. من یه سری یهو نگاه میکنم این چی اینجا در اومده، این چی، یعنی خیلی میجورمش همش. بعد یهو گفتم این چه شکلی شد سرد، اصلا یه ظرف یه روز این گنده قرمز. خب این داره به تمام امعاشاش فشار میاره. بعد موقعی هم که من اولیش حالت جوش بود، این من نمیدونستم چیه، فکر کنم سگایی که پیر میشن، چون سگای من که پیر شده بودم مثلا از این لامپای چربی و اینا در آورده بود، از این قدای چربی. بعد فکر کردم اونه، بردم هم وت گفتش که باید بایوپسی کنیم، ولی چون تریسی رو نمیتونیم بهش هیچ دوایی بزنیم که حتی سدیشن چی میزنه، حتی یه ذره آره. بیحال بشه به تریسی بزنه، خب قلبش وای میسته، خیلی قلبش ناجوره. باور کن الان بیارمش اونجا صدای قلبش میشنوی، اینقدر میفهمم. صدای قلبش بلنده و ناجور هم میزنه خیلی، یعنی هارت فیلیره اصلا. گفتن خب ما این کاری که براش نمیتونیم بکنیم، ولی با یه دارو یه ذره آرومش میکنیم، اسکنش میکنیم. اون دارو رو هم بهش ندادن، این انقدر خودش آروم بود اسکنش کردم. بعد من 6 7 ماه پیش اسکنش کردم، همه چی اوکی بود، ولی این دفعه که اسکنش کردم اولا من گفتن این سرطان، این غده سرطانی سارکوماست. خیلی هم گفتن سرطان اگریسیویه، به زودی خیلی اتفاقا میفته. گفتم یک چقدر گفت کاپل آف ویکس. خب ما الان عیدین رو فهمیدیم، الان 2 ماه آره. گذشته. بعد که الان این اینجوری دیگه داغون شده. بعدم گفتش که تمام اعضای بدنش از داخل دفرمه شده. گفت این نشون میده که سرطان و همه جا زده، از ریه اینور اونور. من فکر میکنم این بیرون روی و با این خون و این چیزا مال همینه، چون اینکه من رو زمین نمیذارم همش تو بغل یا تو کالسکشه و اینا. هیچ پس نخورده که بگیم چیز بدی خورده، آره. هیچی، اصلا اینقدر دقیقا بیحاله. همین پروسه رو من طی کردم و همین سرطانی که گفتی گریبان ساشا رو گرفت و میگم توی یه حالتی میرسه که انقدر درد میکشه که تو میگی کاش زودتر این کارو میکردی و واقعا خوشحالم که به این شجاعت رسیدی که زمانشه. شجاعت که هنوز باورم نمیشه. ببین حد 2 جایی که زنگ زدم، چون من براش از 2020 یه قبرستون اینجا جا رزرو کرده بودم. چی میگم بهش، که بعدم یادم اون موقع همون کووید و اینا بود، یعنی ایمیل باز میکنی نوشته باید با اگه میخوایم بیاین هم ماسک داشته باشیم، ما زمان دوران کوویده. بعد من به اون زنگ میزدم دوباره به این وت زنگ، خب وت خودش نمیاد خونه. بعد این بچه خیلی از وت میترسه، یعنی میبرمش اصلا تو کوچه این پاهاش میخوره به هم از ترس. اونجا با که تو بغل منه همش اینجوریه، بعد دستاش هم اینجوری میکنه که بیاد تو بغل من، تو بغل منم هست میلرزه. گفتم دیگه برای چی، خب آخرین لحظه عمرش من اینو ببرم اونجا اینجوری بلرزونمش و تنش و اینا. بهشون گفتم بیا خونه. وت خودش گفت ما نمیایم، ولی 2 3 جا من زنگ زدم خاطر یه کمپانی خیلی خوبی معرفی کردن، یعنی همه‌شون یه کمپانی رو میگفتن، هم ریویاشو بخون. میگم انقدر من درس خوندم این چند روز، ریویو رو خوندم، حالا هی بخون که برای سگ چی بهتره، برای سگ چی، همش هی میخونم برای سگ چی بهتره، مثلا خونه باشه، وت باشه، این باشه، اون باشه. که بعد دیگه اینو پیدا کردم. بعد به من گفت بعدش میخوای چیکارش کنی؟ گفتم من اینجا رو رزرو کردم. گفت خب زنگ بزن که اگر چیز خودت بعد ببری، چون اگه ما ببریم ما میبریمش یه قبرستون دیگه، یه جای دیگه میبریم که خیلی بهت دوره. دیگه من زنگ زدم، اونا گفتن نه تا هر موقع خوابوندیش بیارش برای ما. و من بهش گفتم نمیخوام بسوزونمش، گفتم میخوام قبر داشته باشه، گفتم میخوام قبر داشته باشه، عکسش روش باشه. گفتم این تریسیه منه. گفتش که 10 روز طول میکشه. گفتم ایس فاین، فقط نمیخوام قبر چیز داشته باشه، نمیخوام بسوزونمش. ولی مرسی که اون پیشنهاد مو رو بهم دادی. آره اونم. اینکه موی نداره از دمش برمیداره. ای جانم، ای جانم. بعد همه کاراشو خودشون میکنن فقط بهت خبر میدن. آره گو همه کاراشو میکنی، ازت میپرسیم چی میخوای، چه دیزاینی، چه بهت نشون میدیم همه چی رو، چه عکسش میخوای باشه یا هر چیزی برات انجام میدی. به زنگ میزنیم بیا و مثلا براش مموریال میگیرم. گفتم من مموریال انقدر برام عجیب مثلا برای سگم مموریال بگیرم. گفتم مموریال نمیخوام بگیرم، ولی چی میگم بهش، چیز کنم، ولی میخوام که قبر داشته باشه.
خوبی میکنی، هر چی که دل خودت میگه همون کار بکن. ولی باری کلا به این شجاعتت، همین که چون من خودم میدونی دیگه مدل من این نیست که دنبال چیزی باشم، اصلا تحملش رو ندارم. آره ولی منم همینو گفتم من غلط بکنم. اصلا الان فکر میکنم بیام تو خونه که تریسی توش نباشه اصلا نمیفهمم. یعنی من 14 سال عادت کردم که اینجوری میخوابم، بر همین این ور صورتم کامپلیتلی با این ور فرق کنه. من 14 سال به پهلو این وری خوابیدم که تریسی اینجا بخوابه. 14 سال. یعنی اصلا اینجوری هم که ولی تو این چند شب میومد میزد بهم که برگرد بغلم کن. یعنی تو این چند شب همش بغلش کردم. ولی تریسی خانم بیننده ها اومدن شما رو ببینن، حواست باشه قربونت عزیز دلم. خیلی بمیرم مامانم. بعد چیزه جان، ولی میفهمم 14 سال آخه کم نیست. این که هر جایی که میری، تو هم دقیقا مثل من بودی، ما کسایی نبودیم که سگمون کنارمون زندگی بکنه ولی با ما نباشه. تمام جاها لحظه به لحظه تو هر ثانیه با ما بوده. برای کسایی که شاید نداشته باشن سگ، براشون باورش سخته. 14 سال یه عمره که یک موجود زنده پا به پا تو هر لحظه باشه کناره. ولی ببین هنوز فکر میکنم خوابه ها. اصلا باور ببین اینقدر آدمای مهربونی بودم که بهشون زنگ زدم، چون زنگ که میزدم شایانه اینجا بود اومدم داد زدم چرا من باید زنگ بزنم، آخه چرا من برای بچه خودم الان باید زنگ بزنم اینا رو بگم که شایان گفت خب ما میزنیم. گفتم خب شما بزنید میگن صاحب سگ کو. بعد یه لحظه واسه یکی از بچهای دیگه رو ببینم اکسپت کنم میگه بذار منم بیام بالا حرف بزنم. بعد گفتم که خودم زنگ زدم. بعد گریه میکردم نمیتونستم اسم بدم، یعنی تا میبدم اسم بگم تریسی میزدم زیر گریه. بعد انقدر اونا اندرستندینگشون بالا بود میگفتن take your time آروم باش. بعد بهشون میگفتم باورم نمیشه من الان زنگ زدم دارم از شما یه همچین درخواستی میکنم. دیگه خیلی چیز کرد که کسی که فردا میاد اسمش آنابله، گفت خیلی خوبه نمیدونم پروسه رو برام توضیح داد، گفت اصلا هیچی نمیفهمم هیچی. گفت اصلا گفت فقط فکر می‌کنی خوابید، چششو میبنده میخوابه، هیچ نه دردی داره نه چیز. دقیقا. های علی سلام به همه. سلام سحر جان، سلام سالومه. این بچه وقتی که خیلی در اوج ناز و نعمت زبونش 3 متر میاد بیرون و الانم اون حالته و این به من نشون میده که حالش الان داره عشق و محبتی که تو همیشه بهش کردی و داشتی رو میفهمه. خیلی عجیبه الان دارم این حرف میزنم. پارسال حالم خوب نبود، میدونی این موقع ها بود حالم اصلا خوب نبود. پناه آورده بودم به خونه تو و تو هم داشتی میرفتی سفر و من مونده بودم و تریسی و یه شبی من یادم 3-4 ساعت گریه کردم. یادم تریسی اومده بود با اینکه اصلا از من خوشش نمیاد، دلیلش هم بهتون میگم بخندین حرف خوبم بزنیم. اومده بود پیش من که هیچ وقت تو زندگیش نخوابید، اون 3-4 ساعت اومده بود پیش من، از بغل من جمع نمیخورد. چرا تریسی از من خوشش نمیاد؟ اینکه هر وقت سالم، یعنی وقتی میرفت سالم سفر بعضی وقتا خب یا من میمدم تریسی رو میبردم یا اون عامل جدایی از مامانش من بودم و در نتیجه همیشه با حرص من رو نگاه میکرد و خیلی بانمک. یه بار که خونه من بود کس دیگه هم بود از دست من میرفت پیش اون. من اینجوری بودم یا که بچه من مگه چی کردم به تو؟ اصلا الان که میدید در میرفت چون میدونست مثلا من دارم میرم سفر. دارم نگاهش میکنم و واقعا کوچیک شده. سالومه خیلی کوچیک شده برای اینکه من 2-3 سالگی خیلی چیزه تنگ و ایناست ولی اصلا نمیخوام نشون بدم. به تنش زار زد اصلا. با الان تنش کردم خودم شوکه شدم. نه بعد نشون نده اومد همون قیافه پایین قشنگش رو که هممون میشناسیم همون تو ذهنمون باشه. یه چه بانمک براتون تعریف کنم. این بچه یه وجبی خب سگ میدید با همشون دعوا میکرد دیگه تو کوچه و خیابون کتک بعد سالومه به من توصیه کرده بود که اگه که دیدی سگی داره میاد مثلا داری تو خیابون راش میبری مثلا بغلش کن چششو بگیر. و من یه بار توی آسانسور بودم در باز شد یه سگ اومد تو و من
موفق شدم قبل از اینکه توجه تریسی بهش جلب بشه جلو چشاشو بگیرم. اون وقت دماغش بود که داشت شناسایی میکرد. تریسی خودشو پلنگ میدیده یه موقعی، دیده سحر هر سگی میدید حمله میکرد بهش. آره حتی اگه چشماش آب مارگارید هم داره. ولی خیلی ساشا میگرفتی میکرد این کارو، ولی سال آخریه فکر کنم با ساشا خوب شده بود. من نه نمیدیدم. با ساشا خوب بود. حالا پارس داره. اصلا ببین سحر یه تکست به شایان بزن بگو اونم بیا تو لایف. من الان یه تو چیزی لایو من بگم، حالا اینو ما به خنده بین خودمون میگفتیم که تریسی مثل عمرش مثل جنتیه، ولی حیف این موجود زیبا که با اون مرتیکه وحشی احمق بهش میگه جنتی، میگه این هر دفعه مرده سالم زندهش کرد. ولی با این تفاوت که این نازنین اون مرتیکه قاتل جانیه. و یه نکته دیگه که میخواستم در مورد تریسی بگم و همیشه میدونی چیه، داشتم با خودم فکر میکردم، حرف پوران فرخزاد دادم افتاد، میگفت کاش که موجودایی که ما دوست داریم شکوفه میزدن مثل گلا دور در میومدن، هیچ وقت تموم نمیشدن. ولی راستش بس الان که دارم نگاش کن، زبون 3 متر بیرون در حالت نونوری مطلق و میفهم غذام دیگه نخورد تا دیروز غذا میخورد دیگه، امروز غذا هر چیزای فیوریتش هم گشتم جلوش روش کردم بهش بده دیگه. ببین میترسم به خاطر اینکه نمیخوام اون بستنی هم 2 مدل بستنی براش گرفتم، چون تا حالا 2-3 بار فقط زدم تو تمام 14 سال فقط از سر قاشق لیست زده. من به اینو خیلی تو میدونی دیگه هلتی بار آوردم، فقط غذای سگشو خورده، چیزای خودشو خورده، بهش آتاشخال ندادم. ولی چرا تخم مرغ مثلا دوست داره یا نون دوست داره، ولی خب براش بد نبوده که بهش دادم، ولی چیزای دیگه نه، شیرینی اینا اصلا. رفتم براش بستنی خریدم، شکلات خریدم، ولی میترسم، ولی چون دارم میبینم الان مشکل چیه، میترسم الان درسته میدونم فرداست، ولی حتی همین الان نمیخوام. ببین با زجر بعدم نمیتونه پا بشینه، راه که نمیتونه بره، یه ذره اینجوری میشه، معلومه درد داره، اینجوری میشه، بعد میفته زمین، بعد یهو ازش میره. خب فکر کن شیرینی شکلات و بستنی و اینا چیز داره، شیر و اینا داره، میدونی منظورم چه، اینا معده رو راه میندازه، برای همین اصلا میترسم. حالا شاید فردا همون قبل از این داستان همون لحظه، ولی نگران نباش، لحظه‌ای که خودش احساس شیرینی خواهد داشت دیگه، یعنی واقعا خواب شیرینی خواهد رفت، یعنی خودش حس نخواهد کرد مطلقاً و فکر کنم حالت خوب هایی خواهد داشت. نمیدونم تو میخوای اونجا، خیلی وحشتناکه میفهمم، ولی بدون که کار درست داری میکنی به عنوان یک دامپزشک سابق و دامپزشک اختصاصی سرکار خانم دارم عرض میکنم خدمتتون. راست میگه، چون علی دامپزشکی خونده، هرچی میشدم بهش زنگ میزدم. دامپزشک اختصاصی پس به نظر من بوده وقتی فرار کرده ازت تریسی، هم واسه دور کردن از مامانش بوده. من بدبخت اصلا سحر به خدا، یکی دلایلی که من دامپزشک موفقی نشدم اینه که نمیتونم، یعنی اصلا نمیتونم. تو بگی ببین من تنها مدرک دکترام نمیشه دادم خورد به آدما آمپول بزنم، به خاطر اینکه اون برای من شدنی تره تا به مثلا کی میتونه واقعا به این بچه آمپول بیا. صاحبش اومد شاید. سلام چطوری؟ تو خوبی؟ خوبی؟ مرسی. یار قدیمی که قراره که هم فردا کنار دوست ما باشه. آره خیلی 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 سخته، واقعا خیلی عجیبیه. من تجربه مرگ یاد داشتم، ولی این مورد خیلی مورد عجیبیه، چون تریسی به نظرم خیلی تاثیرگذار بوده. خیلی عجیبم. به سالمه صحبت کردم دیروز، 5 روزه صحبت میکردیم. یه چیز خیلی عجیبه، به نظر من یه سگی بوده که هست هنوز هم که یه کاری کرده برای سگایی که تو ایرانن، برای هزاران سگی که تو ایرانن، باعث شده که زندگی بهتری داشته باشن اونا. باعث شده خیلی از مردم به خاطر شیرینی که داره، به خاطر اون کیوت بودن تریسی، هیچ کسی نمیتونسته بگه من اینو دوست ندارم، من از این بدم میاد. این باعث شده که خیلی نظرشون نسبت به حیونا عوض شه. به نظرم این اتفاقی بوده که تریسی رقم زده. خیلی جالبه برای خودم.
و اینکه یه جوری دینش رو احساس میکنم به سگا ادا کرده، فردا از یه جای دیگه همه رو نگاه میکنه با اون لبخند اینجوری همیشه و زبون کج که یه سری مثلا دوبرمن و جرمن و اینا اینجوری شاخ را میرن برای خودشون. صدقه سریع این طفل معصومه 14 سال کاری کرده که آدما فازش عوض شه نسبت به حیوان خونگی. میدونی اگر یه سری الان توی میبینیم مثلا میرن به حیونا غذا میدن، به سگا غذا میدن و اینو نشون میدن، به نظر من خیلی بودن تریسی توی این قضیه تاثیرگذار بوده. صد البته که سالومه کرده. ببین و ساشا هم همینطور. ببین اون موقعی که من درسش رو میخوندم، خب من یادم میاد مردم چی کار میکردن، اصلا اینجوری که الان هست نبودن. یعنی واقعا یه بخش بزرگیش به خاطر شما در من و تو بود و اینکه حیواناتون رو تو خونه نگه نداشتین، اتفاقا آوردینشون توی اداره، آوردینشون گذاشتینشون جلوی دوربین تلویزیون و شهرت پیدا کردن، اسم و رسمی پیدا کردن و به نظر من هر دوی این بچه‌ها، پسر و دختر، هر دوتاشون ضد انقلاب‌تر از ماها اینا بودن. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا به خاطر اینکه من فکر میکنم ما خیلی حرفش رو زدیم ها. ما همیشه تمام زندگیمون تا اونجا که عقلمون میرسه از حقوق حیوانات حرف زدیم، ولی این چیزی که این بچه‌ها در عمل نشون دادن به نظر من خیلی خیلی مهم بود. با اون معصومیت در میفهمم حالت خیلی بد، قشنگ میفهمه ها سالومه، میفهمه قشنگ چشای تو رو میفهمه. الان سرش پایینه. برگردم به حرفی که داشتم میزدم به اون حالتی که من فکر میکنم اینها اومدن جلوی دوربین تلویزیون قرار گرفتن، هزاران کیلومتر سفر کردن، از ماها ایرانی تر بودن، از ماها بیشتر عاشق حیوونا بودن چون خودشون هم میتونستن تو اون شرایط بودن. منو کاملا به این عقیده واداشته که اینها ضد انقلاب‌تر از همه ماها بودن. کاری که ما در گفتار میگیم در عمل ممکنه که اینقدر از دستمون برنیاد، 1000 کیلومتر دورتر این بچه‌ها کردن، با حضورشون کردن. اسمشون قطعا در تاریخ رسانه میمونه، اسمشون قطعا در تاریخ حقوق حیوانات در ایران میمونه، اسمشون قطعا در تاریخچه مبارزه مردم ایران برای زندگی بهتر برای همه اون مخلوقاتی که در اون سرزمین زندگی میکنن میمونه دیگه. ببین سر تو خودت سگتو میآوردی میشوندیش روی ست برنامه. سالمه که یا اصلا ست برنامه رو برای خانمه ساختن ها یعنی اون پای جا داشت. بعد که مریض شده بود قلبش هارت فیلیر داشت، میادم اینه که میگفتی براش یه ستی درست کردی یه جوری که نیفته، که اصلا من اینجوری بودم که منم بیام تریسیشم دیگه این مثلا میدونی چی میگم. و نگرانش نباش، به نظر من 14 بهترین زندگی رو داشت. دیگه چی کار باید نمیکرد که این بچه نکرد، یعنی و تو براش نکردی. بهترین زندگی رو داشت، بهترین زندگی زمینی رو داشت، مؤثرترین سگ‌های دنیاست. تو به من یک سگ رو بگو که ما میشناسیمش انقدر تاثیر داشته و این سگ واقعا تاثیر، حضورش بدون اینکه کلمه حرف بزنه فقط اونجا نشسته بود سرکار خانم تاثیر داشت. چقدر حرف مرسی واقعا. یکی نوشته بود میره پیش ساشا، چه قشنگ. اتفاقا میخواستم بهش بگم که در سلام منم برسونه به ساشا، ولی حرفای علی خیلی قشنگ بود. شایان خیلی درست گفت، به خاطر اینکه زمانی که امروز سالمه و من این حرفو زد که قرار فردا این اتفاق بیفته، دقیقاً چیزی که شایان گفت من تو ذهنم بود، این که چقدر تریسی، حالا ساشا بعدش اومد، چقدر اثرگذار بودن که تصویر اون چیزایی تو ذهنم میاد که آدما توی جاده که راه میرن دیگه الان بی توجه نیستن به سگی که داره کنار خیابون راه میره، کنار جاده راه میره، وای نیستن بهشون غذا میدن. نه همه تاثیراییه که تریسی داشت، ساشا داشت، من و تو داشت و همونجور که علی گفت خیلی تغییر بزرگیه. همین خیلی خوشحال کننده است بر همه. مرسی علی واقعا. یه چیزی هم من بگم به اینایی که میان هیت ماشاءالله توضیح میدن، تو رو خدا بذارین خودش فلان شو بساشو، باور کنید اینا چیزایی که به عقل همه ماها میرسه و به عقل مادرش زودتر از همه. خواهش میکنم در این شرایط بسیار شرمناک
آرام بگیرید و به نظر بقیه احترام بگذارید و مطمئن باشید برای سال بعد همه شماها سخت‌تره که این تصمیم بگیرید. من نمیدونم چرا مردم فکر کنن ما شعورمون نمیرسه. نه اونش این حرفاتون اشکال نمک نداره علی، من اشکال میفهمم نداره. اونام چی میگن ولی اونا متوجه نیستن که این پاره تن منه. من آخرین نفری هستم که اگه بخوام کاری بکنم بخوام خار تو دست این بچه بره. ولی مثل الان که میبینم همینجوری افتاده، خب دارم میبینم از روز سه‌شنبه تا به امروز این بچه چی شد و نمیخوام زجر کشیدنشو ببینم دیگه. و بهم گفت من نمیدونم چه اتفاقی باید بیفته که متوجه بشی که این داره چه بلایی سرش میاد. و الانم که سحر یه مثالی زد که من نمیخوام که این بخواد تیکه تیکه شه جلوی من، خب گناه داره. و مثبت تریسی به خاطر قلبش مسکن نمیتونم بهش بزنن، خیلی کارا نمیتونم باش بکنم. تمام داروهاش هم تداخل داره، داروی مننژیتش با داروی قلبش تداخل داره. خب الان داروی اصلا همه چیش، الان دیروز داروی قلبشو دادم ولی یه دونه داره فروزال که میخوره که آب ریه‌ش چون به خاطر قلبش درست کار نمیکنه، مایعات میره توی ریه. من الان دیروز و امروز بهش فروزال ندادم دیگه، میدونستم اینجوریه، به خاطر اینکه اون خودش باعث میشه که هی بخواد بره دستشویی زور بزنه. این باعث بعد هی خب هر چی این بیشتر داره این کار میکنه بیشتر داره خون میاد. بعد این بچه 1.5 کیلو تا 1.6 کیلو بود. وقتی من دفعه آخر بردمش وت 1.2 کیلو بود. خیلیه برای یه سگ انقدری. الان مطمئنم کمتره، یعنی از چهارشنبه تا الان من فکر کنم 50-60 گرم شاید 100 گرم دیگه کم کرده. برای اینکه هی ازش رفته. میگم امروز اینجوری بود به من که چرا خیلی هم خجالتیه تریسی. مثلا میره بچه‌ها دیدن میخواد دستشویی بکنه، همیشه الهه میگه سگ مؤدبیه، دستشویی بکنه دوست نداره کسی نگاش کنه، خیلی پرایوته. ولی من الان یه هفته است دارم سرپا میگیرم، شاید بیشتر، قبل از اینکه اصلا حتی بیرون روی داشته باشه، چون راه نمیتونه بره. بعد من سرپاش بگیرم که بتونه کارشو بکنه. و این اصلا امروز انگار مثلا می‌خواست منو بزنه که خسته شدم. چشمش این بوده امروز، انقدر من صبح ساعت 7 صبح این صحنه رو که دیدم که این خون اینجوری اومد. بعد اصلا حالت این به من که چرا من دارم این عذابو میکشم، اصلا تمام تن و بدنم لرزید. یعنی اگر همون موقع طرف میتونست بیاد اینو بخوابونه، همون لحظه میگفتم بیاد که این اینجوری به من نگه که و منو باز برداشتی آوردی و من دارم اینجوری عذاب میکشم. و همین میگم الان ترسم اینه فردا چی میشه، پس فردا بدتر. گفت بدتر میشه. این خودخواهی منه، برای اینکه دلم میخواد تریسی تو بغل من باشه، پیش من باشه، چون 14 سال بهش عادت کردم. همه کس منه بگم نه تو بمون باش، همینجوری زجر بکش، درد بکش، دورم که نمیتونم بهت بزنم ولی خودت تیکه تیکشو بمیر. خب این خیلی من آدم خودخواهی باید باشم این کارو بکنم. نه واقعا بهترین تصمیم گرفتی به نظر من، برای اینکه تا اندازه‌ای هم میدونم مشکلی چی هست. ببین 3 نکته وجود داره. اولا عمر این مدل سگ همینقدره. آره 14 سگ 5 سالم نیست بگیم 14 سال و دومی نیمشه. که بیماری‌های متعددی داره، و دومی که بیماری‌های متعددی داره، و سومی که چاره‌ای وجود نداره. یعنی یه تنها چارهش متاسفانه مرگه، که یا صبر کنیم پرپر بشه یا اینکه تصمیم بگیری که الان که هنوز کیفیت زندگیش به اندازه‌ای، حالا تا اندازه هنوز قابل تحمله، که بعد بیشتر زجر نکشه. و اون لحظه، برای اینکه من دیدم این اتفاقو در مورد سگ نه البته توی دانشکده، انگار اولا لبخند زد اون حیوان، اسب بود و واقعا رفت توی خواب شیرین، زبون دراز، قشنگ میدونه داریم در موردش حرف میزنیم. این چند روز پای تلفنم بودم و اینا، حالا امروز خیلی دیگه این بین دیسفانکشنال بود. من پارتنرم اختلاف انداخت، میدونستی؟ گفتی برای اینکه علی اشکال نداره من یکی دیگر بیارم. من میرم بالا پایین که بیشتر از 4 نفر مثل که نمیشه. نه سالمه، بذار من میرم، یه نفر دیگر بیار بالا لطفا. من از اول بودم پیشتون، انقدرم الان در حالم خوب نیست. حالا فردا میام میبینم. میای پیشم دیگه؟ نه فردا میام میبینمت حتما و قوی بمون همینطور باشه. مراقبشم باش تا فردا. بچه من ازتون خداحافظی میکنم. مرسی. تریسی سلام برسون به ساشا، قربونت برم. و پیروز دلم من همش گفتم میخوام که
شما اینو بدحال نبینین دیگه، ببخشید که دارین بدحال میبینینش. خواستم سالم من نمیدونم چجوری باید بره. اینجا لیبه. خداحافظ به همگی بچه‌ها. خداحافظ فرزان. علی من داشتم به سالمه میگفتم سالمه با این تصمیمی که گرفته یه بار دیگه داره این پیغامو میده به اون کسایی که یه همچین حیوانی دارن تو وضعیتی، یه بچه دارن تو وضعیتی، تصمیم درسته بگیرن. میدونی خیلی تصمیم سختی بوده. من و تو میدونیم حداقل که چقدر برای سالمه سخته که اصلا این کارو بخواد حتی بهش فکر کنه، و این کار سختی که داره انجام میده به نظرم خیلی با ارزشه. خیلی زود با عرض پوزش از اشکالی که در پخش نه اوکی، از خانواده‌های کشته شده ها اتفاقا اینوایت کرده بودم، چون دیدم هی برام نوشتن، دیدم که توی لایف هستن، بذار ایشونو بگم. خیلی تصمیم سختیه ولی تصمیم درستیه. تصمیم درستیه، خیلی تصمیم درستیه، چون هممون میدونیم که دیگه وضعیتش قرار نیست بهتر بشه. متاسفم. درود بر همه. سلام. سلام عزیزم، خوبی؟ بچه سلام. مادر ابوالفضل امیرعطایی از کشته شده های سال 1401 دیدم تو لایوم بودیم. درود بگردم. این چند روزه با ناراحتی تو هم منم ناراحتم، میفهمم چی داری میگه، قشنگ حست میکنم وقتی یه کسی که واسط عزیز جلوت. خاطر همون اومدم میگم که سالومه تو میتونی بهترین تصمیم رو بگیری. مرسی. مثلا ناراحتم. یه موقعهایی آدم باید پا رو قلبش بذاره. درود بر آقایان. خوب هستین؟ مرسی، شما خوب هستین؟ من به خودم گفتم خواهم گریه نکنم، الان گریه هم داره نه ببین بعضی موقع شایان میخندونه. الان بهت میگم شایان چی بگه، شما بگین اینجا. تو نمیتونی درد کشیدن اونو ببینی، راضی خودت قلبت بشکنه ولی اون به آرامش برسه. پس ناراحت نباش. میدونم سخته، میدونم آدم اونم الان عزیز تو، به قول خود 14 سال باد بوده، ولی به آرامش اون فکر کنی یه ذره آروم میشی. بفرمایید. مرسی. شما گرم. مرسی که دعوت منو قبول کردی. دورت بگردم. اومدم فقط همینو بگم. عزیز دلمی رفع زحمت کنم، فقط اومدم یه سلامی عرض کنم، همینو بگم. خیلی کار قشنگی کردین. مرسی. باشیم. با اجازهتون آقای. خدا نگهدار. سومگه جان اینوایتتون کردم، بعد خودتون رفتین پایین و یعنی شما رو هم اینوایت کردم. یک چیزی که هست، من اصولا آدمیم که وقتی که حالم خیلی بده میخوام تنها باشم، یعنی این اخلاق بدیه. خب همش دلم میخواد هیچکی نباشه و من بشینم و زار بزنم و نیا که شکل قمبی شدم انقدر این چند روزه حالم بد بوده و همم گفتم و هر کی تکست زده حالت چطوره گفتم من شکل قمبی شدم. بعد ولی اینو میخوام بگم که یه کاری که کردم این بوده که یادم بخش سعی کردم تنها نمونم. شایان اینا خیلی ساپورتیو بودن، تینا خیلی ساپورتیو بود، الهه و کیا ساپورتیو بودن. همون شب اولی که دیگه شب دوم بود کی بود که دیگه متوجه شدیم که کار، یعنی وت به من گفت کار از کار گذشته، بعد به این، چون قبلش خودش نمیگفت این آپشنو، اصلا هر دفعه میرفتم من هی میپرسیدم اینکه زرج نمیکشه، اینکه درد نمیکشه، اینکه هنوز اوکیه، چون نفساش هم درست نیست. تریسی الان تریسی سر برنامه دیده بودین سرفه میکرد، تریسی از وقتی هارت فیلیر داشت نفس کشیدن برای سخت شده بود. یعنی آردی من انقدر خودخواهم که بعد از هارت فیلیرش اینو نگه داشتم 1 سال خورده گذاشتم این با نفس تنگی بمونه، ولی بمونه، چون واقعا مثلا هر 1 ساعت این نفسش بالا و انقدر بالا نمیومد که پارس میگن واق میزد، هی واق میزد که من نمیتونم نفس بکشم، که من میبردمش بالا و هی چیزش میکردم که بدون نفس بکشه. خب یعنی باز این از خودخواهی من بود که هی میگفتم نه تو هنوز اوکی، هنوز سر حالی، میری میای میدوی نمیدونم اینا. الان یکی نوشته بود غذا، تریسی غذام دیگه الان نمیخوره، یعنی امروز اصلا سمت هیچ چی نرفت، فیوریت فودش هم درست کردم براش گذاشتم نگام نکرد. بعد چی میگم بهش دیروز، ولی بهت میگم این ساعتی امروز یه ذره آب خورد،
ولی اینی که پلو مرغ من درست کنم این نخوره، یعنی عاشق پلو مرغه، یعنی میمیره برای پلو مرغ، ولی اصلا نگاه هم نکرد اینجوری، یعنی راه که نمیتونست برم توی افتاد روی این فرشه اینطوری من نگاه کرد و خوشو کشون میگم گفتم میخواد بره دستشویی، برم دستشویی دیدم نه اونجام نشست، چون راه که نمیتونه بره و گوشتمش تو یه تخت کوچیک داره اون سگه، گوشتمش روی اون گرفت خوابید، یعنی اصلا غذام دیگه نخورد. بعد تا اینجوری بعد مرسی صحبت اینجا چی داشتم میگفتم؟ آها، یعنی میخوام بگم خیلی بچه ها ساپورتیو بودن و خیلی خوب بود، به خاطر اینکه من میشینم و فقط خودخوری میکنم، گریه میکنم، ولی بچه ها که اومدن ندیده بودن که تریسی چجوری شده، براشون عجیب بود. بعد بخشید اصلا خودشو دیگه نمیتونه کنترل بکنه دیگه و میگم پوشکینا داره، الان به خاطر اینکه نمیخواستم بیننده ها چیز بشن پوشکشو وا کردم، همش دیگه الان با پوشکه. خب به خاطر اینکه نمیتونه خودشو کنترل بکنه، عطسه که میکنه یا سرفه که میکنه نه، یا وقتی باد معدش در میره یهو اتفاقایی میفته. اصلا اون شب من اینجا بودم، اینجا همه رو مبل نشسته بودی، البته خب من همه مبلینا رو پد گذاشته بودم، هنوز تازه براش دایپر سفارش داده بودم بیاد، اینا نشسته بودن. بعد هم موقع الهه اینا رسیدن، بعد تریسی یه عطسه کرد اینا تا نصف شب مسخرش میکردن، میگفتن از تریسی یه عطسه کرد پوف یعنی قربونت برم. میدونی که اصطلاح پزشکی وجود داره براش، بهش میگن اسهال پرتابی. طرح گرافیتی مثل بنکسی زد قشنگ خوشگل دهن خامنه‌ای. شیری اینو با پد بلندش کرد، من نمی‌دونستم برم در وا کنم بخندم که اینا دارن مسخره میکنم، همش هم میگفتن جنتی هم الان ایزی لایف میبرن به خاطر همین موضوع. این با یه عطسه یعنی میخوام بگم با اینکه مثلا داشتن بچه‌ها مسخره میکردن، واقعیت رو داشتن میگفتن که من شاد کنن، ولی باید یه جوری میگفتن که من بخندم. و اون شب حالا مثلا وقتی رفتن، درسته من همش سعی میکنم دیروز فقط آرام بخش خوردم، احتمالاً نمیشه بخورم چون فردا واقعا روز بدیه، ولی همین این که بچه‌ها بودن کمتر احساس تنهایی کردم. همه بچه‌های مناطق که زنگ زدن، همه کسایی که زنگ زدن حواسشون همش بود، از رؤسای من و تو بقیه بچه‌هایی که الان من 3 ماه ندیدمشون، دلم براشون تنگ شده، خیلی همه پیام دادن، خیلی اصلا احساس کردم، چون واقعا نمیتونم بگم، وقتی احساس بیکسی کردم که تنها کسم داره میره، تنها کسی که مثلا انقدر این 14 سال من عشق داده دیگه نیست الان دیگه فردا. ولی اصلا خیلی چیز بود، یعنی شایانینا میگفتم بچه باید تنها نذارید، راست که مثلا اینجوری نیستم، من همیشه میگم میخوام تنها باشم، همه برن در اتاق خودم میبندم میشینم گریه میکنم، خودخوری میکنم، خودمو بلیم میکنم، والا هر موضوعی که هست. ولی خیلی خوشحالم که این دفعه این کار نکردم، چون نمیکشیدم زودتر از این احتمالا برام حتی آذرم من بمیرم این بمونه، البته قربونش برم، ولی اصلا خیلی سخت بود. یعنی مثلا دیروز میگم قیافه که داریم میبینید دردای عجیب، و من موهامو خب خیلی موهای سفید دارم، موهامو من 10 روز پیش رنگ کردم، امروز که رفتم که موهامو صاف کنم گفت تمام، اصلا شوکه شد، یعنی من تو 5 روز تمام سرم 2 برابر سفید شد، یعنی اصلا انقدر من قصه خوردم که چیکار کنم که این بچه فقط زجر نکشه. تصمیم درستی گرفتی و ناراحت هم نباش. ببین از طریق این آدم گذاشته میمونه دیگه، اون تأثیرش میمونه، اون عشقی که بهت داد، اون درسی که به همه ببین میلیون ها نفر سگ و سگداری و عشق دادن به سگ و عشق گرفتن ازش رو از تریسی یاد گرفتن. این تغییر نداریم. روی ماهواره مردم پارازیت انداختن، یه بخشش به خاطر حضور تریسی و اون کاری که داشت این بچه تو سکوت میکرد بود ها. و میگم واقعا حرف که زدم جوک نبود، اعتقاد دارم که از همه ماها ضد انقلاب‌تر این بچه کوچولی که صدا رفت علی داری چیکار میکنی؟ میشنوی الان؟ که با وجودش مبارزه کرد، تریسی با وجودش مبارزه کرد. سالمه من فکر کنم یکمی حالش بده الان، تو نمیدونم میتونی ببینیش یا نه، ولی من فکر کنم یکمی بیحاله کاملا.
سالی جان چطوری عزیزم؟ یه عزیزی رو من الان دعوت کردم بالا که یکی از بهترین هدیه ها رو به من داده. قربونت برم. واقعا همون عکسی که شما از تریسی نقاشی کردین الان به دیوار اتاق منه، من همین رو میذارم برای سنگ قبرش. به خدا یعنی قشنگترین، بهتونم وقتی پیام دادین به من بهتون گفتم همین قشنگترین کادویی بود که من گرفتم، که با جزئیات، شما که تریس رو از نزدیک ندیدی، انقدر قشنگ و با جزئیات این بچه رو نقاشی کردین، با قشنگ همون کرکتر شخصیت خودشو شما نقاشی کردین و برای من لطف کردین، پست کردین، فرستادین. بهترین هدیه است، توی اتاقمه، بالا سرمه قربونت برم. و همیشه ولی خواهد بود. اصلا دلم نمیخواست که از نقاشی اینطوری استفاده بشه سالی. نه الان بهترین بود که من انقدر این نقاشی رو دوست دارم، منظورم این انقدر بهترین هدیه بوده برای من که من دوست دارم الان بذارمش رو سنگ قبر. چون ازشون پرسیدم میشه من عکس بذارم، گفتم آره. من اتفاقا اون عکسی که شما از روش الان یک عالمه همه یه فولدر دارم تریسی همه فیلم و عکساش توشه، اون عکس رو پیدا کردم که شما روش نقاشی کردین. واقعا یک دنیا ازتون ممنونم. قربونت برم، فدای تو بشم. من با عشق خونه کشیدم و نقاشیایی که میکشم واقعا باید به اون سوژه من عشق بورزم تا بتونم اون چیزی که دلم میخواد در بیارم. نمیگم خوب از آب در میارم، ولی خدا میدونه که لحظه به لحظه با آدم سالمه، واسه اینکه ما خودمونم 2 تا همین فرشته مهربون رو 2 تا با فاصله 3 ماه ما از دست دادیم و نبات درست مثل تریسی بود. نبات رو از ایران ما رسکیو کرده بودیم و متاسفانه چون از نبات در ایران طول کشی میکردن، نبات سرطان سینه گرفت. 2 بار شیمی درمانی شد، 2 بار عمل جراحی شد و دیگه آخر سر سرطان زد به مغزش و این بچه سیژر میگرفت، یعنی قش میکرد که دیگه حالا بماند. ما بچم تو بغل خودم رفت، یعنی ما مجبور شدیم نباتو بخوابونیم. اما من نمیخواستم بیام بالا سالمه، نمیخواستم وقت عزیزانو بگیرم، همچنین وقت تو رو، ولی دیدم این تجربه رو من باید باهات در میون بذارم. اون موقع که برگشتی گفتی وقتی که من ناراحتم دلم میخواد تنها باشم، من دقیقا همین حس رو دارم. دلم میخواد با ناراحتیام خودم دست و پنجه نرم بکنم و دیگه ناراحتیمو به کسی دیگه منتقل نکنم. بعد از اینکه نبات اینطوری شد، خب همون روزی که ما به اصطلاح برگشتیم و من توی حیاط تو حال هوای خودم بودم، داشتم گریه میکردم، نگاه کردم دیدم از دور تو حیاط ما، این حیاط ما همه حیاطا به هم دیگه مربوطه با همسایه ها، یعنی بینش دیوار و نرده چیزی نیست. نبات یه همبازی داشت دوست پسرش بود، 2 تا خونه اونورتر. این خیلی هم سگ شیطونیه، آرچی. من نگاه کردم، اول فکر کردم روباهه توی حیاط ما. بعد اینو میخوام بهت بگم، روزی که نبات اینطوری شد هیچ کس نمیدونست و همونطور که بهت گفتم منم دلم میخواست ناراحتیامو خودم در واقع به دوش بگیرم. من نگاه کردم فکر کردم روباه، یه خورده دقت کردم دیدم آرچی همون همبازی نبات. سالمه اگر کسی این جریان رو برای من تعریف میکرد من باورم نمیشد. این همون روز بزنه از خونه فرار بکنه و بیاد تو حیات ما، منو که دید دوید طرف من در رو براش باز کردم، اومد پلوی من خوابید، همینطوری نشست پلو من، خودشو چسبون به من خوابید. انقدر من گریه کردم. خلاصه کلی ناز و بغل و بوسه من ورش داشتم ببرم به مامانش بدم، دیدم تو همسایه همه دنبال آرچی هن. همه دارن دنبال آرچی میگردن. یکی از همسایه ها گفت مرجان آرچی پیش تو چی کار میکنه؟ گفتم فرار کرده اومده خونه ما. بعد قیافه من دیدن، گفتم قیافه تو چرا اینطوریه؟ گفتم نبات ما همین تازه اومدیم، نبات ما رهاش کردیم. خلاصه میخوام بگم که اینا بهشون آگاهه. سالمه. و شایان جان شما حرف بسیار خوبی زدی. من اینجا نوشتم تریسی حتی با پرکشیدنش هم داره فرهنگ سازی میکنه، حتی
با رها شدنشم داره فرهنگ سازی میکنه. و سالومه تو بهترین تصمیم رو گرفتی. این واقعا از بزرگترین از خودگذشتگی رو میخواد. نبات 11 سالش بود ما رو ترک کرد و پنبه من 17 سالش ما رو ترک کرد. عین 17 سال رو پنبه با ما بود. دقیقا علائمی که داری میگی پنبم همین علائم رو داشت، بیرون روی داشت و دیگه اصلا من میدیدم که انگار داره التماس میکنه که بابا بذارین من برم. واقعا دیگه خسته شدم. سالم جون برات آرامش آرزو میکنم. مرسی. بهترین تصمیم رو گرفتی. از قول من تریسی رو ماچش کن، بوش کن و بگو رفت اونور به پنبه و نبات من خیلی سلام برسونه. اینم بهت بگم من هنوز که هنوزه الان نبات و پنبه میان به خواب من، میان خیلی به خواب من. تو خواب من اینا رو بوشون میکنم، بغلشون میکنم. صبح که بلند میشم یه جورایی شارژم. قربونت مرسی. برم. مرسی مرجان. شایان منم برات سلام میرسونه خیلی و سلام برسونی. امیدوارم که آرامش داشته باشی سالمه جان. خدا نگهدارت. مرسی که اومدیم چند قربونت. قربونت حرف برم. جالبی مرسی که زدم. از من دعوت کردی. فدات شم. نه بابا بس. خدا نگهدار. شما خداحافظ. بهترین کادو رو برای تریسی دادی. قربونت برم. قربونت. خدا نگهدار. خدا. چی خواستم بگم؟ دستام میلرزه. هیچ چیزی خواستم بگم الان یادم رفت اصلا. دیگه چی میخواستم بگم؟ ببینم دیگه. خودمون من به خودت هم گفتم ما وقتی مریض میشیم دیدی آدم خودش مریض میشه یه چیزی میشه یا بمیرم راحت شم. تو اون حتی سرماخوردگی اون لحظه حاضری بمیری و راحت. درست تو اصلا هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ ذره‌ای جای شک و تردید نداره. اصلا یه خانومی ندا جمشیدی، شما میخواستی بیای بالا، میتونید چیز بدی، ریکوست بدی، چون من اومدم روی اسمتون ولی نمیتونم اینوایتتون کنم بیاین بالا، بعد ریکوست بدین. و منو اینکه دعوا دارم میکنن این علی بر پایین چه علی اتفاقی جان میخوای برو، من 2 نفر باشه دیگر رو بیارم لطفا. عزیزم خدا دمت گرم. حافظ. از طرف من همه الان یه ماچش بکن. خب میبینید برم، این از طرف من. میبینیش؟ آره بچه کوچولو داره میلرزه. نه نمیلرزه، اوکیه. خدا حافظ خدا تا بعد. ای خدا چجوری بریم حالا ما از اینجا؟ آقای خانم روجا من نمیتونم، یعنی میزنم رو اسمتون نمیتونم بیارمتون بالا. منم نمیتونم برم پایین. من چجوری الان علی جان شما رو ریموو میکنم. بکن؟ و کاوه جان سلام. اه، مرسی 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 از پیامتون. این آقایی که چطور پرت نوشترم بندازیم نمیشه ریکوست داد. چرا من اینجا دارم میبینم یه سری ریکوست دادم ولی شما آقای روجا توش نبودین، خانم ندا جمشیدی هم توش نیست و در حال اصلا خیلی بچه من بدتر از تریسی اینقدر انرژیم پایینه چون شبا حالا الان یه ذره چون نمیدونم حالا به هر دلیلی که دیگه حتما خیلی بیرون روی داشته، شبای اول اصلا یه نیم ساعت من بعد پا می شدم، بعد سخت، یعنی برای خودش که بدتر بود، سرپاش بعد میگرفتم، بعد اذیت میشد، هی میخواست برون، بعد میخورد زمین، بعد تمام پدای حموم رو جمع کن، بعد حمومش کن، سشوار بکش بخواب، دوباره نیم ساعت بعد دوباره، یعنی احساس میکنم سفید شده انقدر شستمش این چند روز. حالا الان شده هر 1-2 ساعت یه بار، ولی خب دیگه چون انگار دیگه زیاد چیزی نیست دیگه، خون و این چیزا هم باهاش داره میاد، یعنی اصلا میگم من امروز دیگه دیدم وای، یعنی داره کار به جایی میکشه که میرسه که داره به من میگه آخه فلان فلان شده. میبینی من دارم زرج میکشم، چرا ولی چرا
هنوز اون چیز الان اومد جلو دوربین خودش رو یه اشوه کرشمه ای داد، یعنی ولی بی حاله میبینی. بلده کارشو، یعنی دلبری بلده بکنه، باری کله بهش. آره و دوربینم میفهم، از دوربینم متنفره. من واقعا ازت معذرت میخوام که یه او با دوربین دنبال دویدم. و اینکه چی میگم بهش، همین دیگه اگه کسی دیگه نیست بریم. و بازم من باید نمیدونم دیگه چقدر از شماها همه تشکر کنم. خواهی من ببخشید دست من، بچه های خودمون هیچ کدوم نیستن. بذار نگاه کنم اون برای باید ببینم. نمیدونم. خب دکتر ساغر میان بالا. نیاز جانم سلام. سمیه جان بعد شما رو میارم. ببینیم میخوام ساغر کسی رید میان بالا. و الهی خانوم میبینمت فردا. مرسی از همه ساپورتایی که کردی این مدت. و سمیه جان اینجا دیگه نمیبینمت. سمیه که بگم یاده آهنگ میگم تتلود ساسی بود. داره سمیه جان یه بار دیگه بنویس. آها دیدم. سمیه جان باید ریکوست بدی. میزنم روش نیستی اینجا. آها دیدمت. بایستا بیا. تو نمی‌چرخی. مرسی الهام جان. غزل چرا نمی‌چرخی؟ قربونت برم سمیه گفتی من آمادم. میرم تو دوربین نمیچرخه سالم جون. یه بابا من یه بلد نیستم لحظه ولی آها ببین اونجا یه دوتا اینجوریه، دوتا فلش اینجوری اونو باید بزنی روش، دوتا حالت دایره. درست آها دخترم درست کرد. سلام. سلام عزیزم، خوبین؟ مرسی من من خوبم. من شما تصویرتون رو ندارم به خاطر سالم فکر جون. کنم اینترنت بده ولی ما تصویر شما رو داریم. خب خوب هستین؟ مرسی ممنون که اه، افتخار دادی. شما عزیزان که عزیز از دست دادین، اونم به نامردی و به ناحق وقتی میایم بالا، برای من یک دنیا ارزش داره. اتفاقا یکی شما کامنت گذاشته بود عزیز نوشته بود من، ما چیزای وحشتناکتر از این راست هم میگه دیدیم. ولی خب اه، به خودم حق میدم که برای بچم ناراحت باشم، میدونی یعنی. واقعا حق دارین. الان غزل یه گربه داره اندازه کف دست بود، اینو عرفان گرفت براش. باورتون نمیشه انقدر به این وابسته است، انقدر وابسته است که من همیشه ماتم میگیرم اگر اتفاقی برای این بچه بیفته. من میخوام با غزل چیکار کنم. آخه یعنی غزل چند سالشه؟ غزل 15. آخه واقعا من الان فکر کنم نمیدونم چی دیگه بگم. 24 شما سال. وقتی که اینا یه نفر رو میکشن یک خانواده رو در اصل از بین بردن. برای چی یه دختر اون موقع 14 ساله بعد برادرش جلو چشش اینجوری پرپر بشه؟ من واقعا دختری متاسفم. که به قول معروف تمام حامیش برادرش بود و شاید درست نباشه گفتنش، ولی غزل هنوزم درگیر مشاور و دکتره. فردا مثلا وقت دکتر داره. حق داره. ضربه بدی بود برای هممون. پشتبندش دایی خوبش، پشتبندش مادر بزرگ مهربونش. بله دیگه بله داغی یادم بود که به شما دلمون خبر اومد. گذاشت. بله من شاید 2 هفته از چلم مادرم گذشته. یعنی ویران شدیم، به معنای واقعی خانواده ما ویران شد. واقعا اصلا هیچی نمیتونم بگم، یعنی هرچی فقط بگم با اصلا خاطراتشون داریم چیز. زندگی میکنیم. ایشالله براتون که خدا به صبر قلب زیاد خودت هم واقعا آرزو آرامش میکنم. بده. مرسی. قربونت برم عزیزم. ایشالله که شما خدا به بیشتر. قلبت آرامش بده مرسی. و هیچ فرقی نمیکنه اونم بچه‌تونه، هیچ فرقی نداره.
واقعا پت آدم تو خونه قشنگ عضوی از خانواده است و همون اندازه که آدم نگران خورد و خوراک و سلامتی بچهشه برای اونا هم نگرانه، هیچ فرقی نمیکنه. بله. مادر خانم سمیره مادر عرفان ساریخانی هستن از کشته شده های 1401. عرفان در واقع فامیلی خودش دشتیه ولی خب بنابر دلایلی خیلی دوست نداشت فامیلیشو، برای من فامیلی خودم رو روش گذاشتم ولی رو سنگش یه دشتی کوچولو همون بغلا اشاره بهش آره شده وگرنه درست میگه، در چون من واقع اسما رو نوشته بودم عرفان ساریخانی بله دشتی. بله وگرنه در واقع فامیلی اصلی خودش دشتیه. روحش شاد و خدا به ممنون. همه شما به روح خانواده‌تون همشون صبر شاد، بده، واقعا روح اونا همشون شاد. روشون شاده و بهترین جایگاه رو دارن، اصلا ما شک نداریم که خیلی بهتر از اینجاییه که الان ما داریم زندگی میکنیم. ما فقط برای دلتنگی خودمون داریم عذاب میکشیم. همین. بله همیشه اونایی که میمونن سختیشو میکشن. بله میشنوی تریسی بله. خانوم؟ میشنوی؟ ببین آخه چی کار عزیزم. کردی با من؟ واقعا حق داری. آره خلاصه استرس تو چشاتون مشخصه، من تا حالا شما رو با این حال ندیده بودم. ببخشی اصلا تازه رفتم صورت شستم یا آرایش کردم یه ذره مثلا کلا مهربونی، ایشالا که مرسی. خدا به قلب مهربونت آرامش بده شما از جنس خیلی خودش. آخه شما عزیز لطف کردی. دلمی. مرسی واقعا افتخار دارین اومدین بالا. خواهش غزل از میکنم، خود من خوشحال خیلی شدم. ببوسین. حتما. گربت هم مرسی همینطور، هوای عزیزم. همدیگرم خوشته باشین. قربونتون برم. مرسی عزیزم، مرسی انشالله که خدا مرسی آرومتون کنه. مرسی شما هم همچنین. مرسی. خدا فعلا نگهدار. شبتون بخیر. خداحافظ. شبتون بخیر. مرسی. خداحافظ. اینم از این دیگه، همین دیگه دوستان. این تریسیه، شاد و بیخیال بشیم مثل تریسی. طعم برنامه نگو آلو و قیسی. نه تریسی خانوم همه جا بودی برا من. براش حالا یه ویدیو خوشگلم درست میکنم و براش که از واقعی که داشتمش هرچی ازش دارم با تا این روزای آخر. حالا عکس‌ها رو یه جوری گرفتم که خیلی ناجور نباشه، یعنی اصلا دوست ندارم آدما ناتوانیشو مثل الان رو ببینن. خیلی خیلی برای من دردناک بود. تریسی که عاشق چمن و بیرون رفتن و مثلا چمن میبینه روانی میشه. دیروز که بردم حتی یک سانتیمتر هم نتونست تکون بخوره، فقط نگاه میکرد. هیچ یعنی میگفت نمیتونم راه برم همین دیگه. و فرید جونم دیدمتون، نمیدونستم میایین بالا یا نه، ولی یک دنیا ممنون که شما همیشه ساپورتیو بودین و همیشه خب شما که همیشه فعال حقوق حیوانات و همیشه هم نظر به ما لطف داشتیم. ولی میگم من دیدم تو لایویم ولی اینوایتتون نکردم چون نمیدونستم میخوایم بیاین بالا یا نه. نیاز جانم مرسی که اینجایی دیگه. من کاوه جان رو دیدم، ساغر جان دیدم. ساغر جان البته اینوایت کردم. رها استوان توجه میخوای بالا میخوام سالومه بیام. ریکوست داده اگه میشه اکسپت کن. رها استوان رو من سالها بود نیده بودم. رها تریسی باعث شد ببینمت، به هم دایرکت بده. اکسپت کردم ساغر جان عزیزم. سلام. سالومه جون، سلام عزیزم. دیدین چی شد قربونت برم. ساغر جون؟ مجبور شدم چیکار کنم. خدا حستو درک میکنم سالومه جون، ولی یادت باشه که تو چقدر مامان مهربونی بودی براش. نه تنها مامان مهربونی بودی بلکه تو تونستی با تریسی به تو کمک کرد که تو اصلا یه جامعه رو راجع به پت داشتن، سگ داشتن عوض بکنی.
قربون اون شکلت برم، گریه نکن. من الان 2 صبح دارم با حرف میزنم از شما شنگهای. لندن نیستی، نه ببخشید. چین هستم هنوز، تو آخه شنگهایم ببخشید و نمیدونستم. منتظر بودم بیام برسم هتل وصل بشم که باید بتونم صحبت بکنم. عزیز من مرسی، یک دنیا یادت ممنون. باشه واقعا. ببین تو این بچه رو 14 سال و نیم، نمیدونم چقدر داشتی، 14 14 سال و سال و نیم. نیم فکر کنم. یعنی 14 سال من داشتمش، وقتی گرفتمش 6 ماش نشده بود، بله، ولی 14 سال و نیمشه الان. من 14 ساله این دارمش. بچه رو چجوری بزرگش کردی و تونستی واقعا فرهنگ سازی بکنی، اطلاع رسانی بکنی، کمک بکنی به سگ‌هایی که واقعا در ایران نیاز داشتن به یه خانواده‌ای که بهشون عشق بده. تریسی فقط سگ تو نبوده، تریسی برای هممون بوده. مرسی. یعنی اگر یه لگسی، حالا به انگلیسی میگن، نمیدونم فارسیش، از نمیدونم دقیقا لگسی فارسیش چی میشه، از خودش به جا بذاره تریسی، اینه که اصلا کلمه اسم این بچه با برنامه‌ای که تو انقدر توی ایران واقعا طرفدار داشته به هم چسبیده، از هم جدا نمیشه. و عشقت حالا یه طرف، این اطلاع رسانیه که کردی یه طرف، خیلی سخته. میدونی که ما هم یه عزیزمون رو از دست دادیم. بله عزیزمون خیلی کوچیک بود، 5 سالش بله، اون بود و در واقعا اون که اصلا فاجعه اثر بود. بله اون اصلا بچه‌مو بردن فاجعه بود، اونجا، مردم قرار بود براتون. گوشش رو فقط تمیز کنن، یعنی هیچ چیزش نبود، هیچ چیزه، یعنی نه مشکلی داشت نه مریض بود، گوشش رو میخواستن تمیز کنن در اثر قصور متاسفانه دامپزشک از بین رفت. و هنوز خاکش رو که سوزوندن، من نتونستم، من کاوه بچه ها نتونستیم تصمیم بگیریم چیکار کنیم. تقریبا داره 2 سال میشه پیشمونه تو خونه و تصمیم گرفتیم پیش خودمون تو خونه نگه داریم و هیچ جایی فعلا نبریمش، با خودمون باشه، چون انقدر یکو از پیش ما رفت، ما اصلا آمادگی اینو نداریم ازش جدا بشیم. برای همین سالم جو بهت میگم، از طرف خودم، از طرف کاوه که اینجا اونم دیدم داره برات پیغام میذاره بله بله، روی ازشون خیلی لایو، تشکر بهت کنید. میگم از خودت واقعا به خودت افتخار بکن، از اینکه انقدر مهربون بودی به این بچه، انقدر عشق دادی، انقدر محبت دادی و یاد دادی مرسی. به بقیه، یاد دادی به بقیه که چجوری ما باید حیوان خونگی داشته باشیم و چجوری از حیوانات خونگیمون نگهداری بکنیم و چجوری بهشون عشق بدیم. این بزرگترین کاری بود که تو و تریسی با هم دیگه انجام دادین. مرسی، واقعا مرسی. اصلا اینقدر این حرفا و این پیغام ها اینا به من انرژی و دلگرمی میده که واقعا از ته قلبم میگم از رنجم خیلی کم میکنه، چون الان خیلی داغونم. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنویم و اصلا ببین من خیلی میخوام شرایط بدی یه ولی با داستان برات بگم. یه داستان برات میخوام بگم. شادو چون که چاو بود، خیلی سگ بزرگی بود. خب هر موقع من حتی عکس و فیلم دارم ازش، وقتی که توی دوران کووید ما تو خونه مثلا بچه ها و کاوه ورزش میکردن، رو زمین میخوابیدن، شادو استرس میشد از اینکه ببینه کاوه، من یا بچه ها رو زمین سطحمون پایین تر از اون باشه، یه حالت انگزایتی و استرس بهش میداد، میامد تا مدت دور ما میچرخید. اینا اصلا میخواستن رو زمین ورزش کنن، نمیتونستن. چرا؟ چون یه آن حس میکرد که یه اتفاق بدی داره میفته. چرا شما بر رو زمین بخوابین که این اتفاق؟ یعنی میخوام بهت بگم سگ چنان حیوان با شعور، با فهم، با هوشیه که حتی حاضر نیست برای ورزش تو پایین تر از اون بخوابی. حس میکنه. این اشکی که تو الان داری میریزی، این حس غمی که تو الان داری و داره حس میکنه. I'm برای sorry. همین باش شاد باش، باهاش آهنگ شاد الان بذار
به شایان شیرین میگم بیان براش آره. قیر بدن برن. باهاش عشق بکن بذار اون هورمونو میگیره ازت، هورمون شادیو میگیره ازت. مواظب خود باش. ساغر جون یک دنیا ممنون، خیلی لطف کردین که این همه راه دور از چین اومدین توی لایف. مرسی. مواظب خود باش. مرسی. فدات شم. شما همینطور. شایان جون قربان شما. سلام برسون. سلام برسون. سلام برسی. قربانت. مرسی عزیزم. خداحافظ. خدا. خب دیگه من فکر کنم 1 ساعت شد، خیلی زیاد شد و شما مگه نمیخوایم بیاین اینجا الان من ایشون از قصه دق نکنیم. خب پاشو بیا دیگه، شما برو، من یه خداحافظی با دوستان بکنم. من میرم که آماده شم. آره. اوکی. الان میبینیم با پشت دری من هنوز تو لایوم. میبینم. مرسی. خب خواستم که فول اسکرین بشه، بچه ها ببینین، تریسی خانوم رو ببینین و دوباره میگم که شاد و بیخیال بشین مثل تریسی که این بچه چقدر آروم بود. همیشه همه میگفتن تو به این چی دادی سر برنامه خوابه، ولی این بچه همیشه همین بوده، همیشه آروم بوده، همیشه مؤدب بوده، همیشه خانوم بوده. فقط وقتی سگ میدید یهو فکر میکرد ژرمن شپر رو دوباره منه حمله میکرد که تیکه پارشون کنه. نمیدونم چرا انقدر خوشو گنده میدید. به غیر از اون همیشه این بچه سر کار، جز این آخریه که به خاطر نفسش مجبور میشد واق بزنه، فکر کنم واقعا آروم ترین سگ شبکه من و تو بود. نه میلو بعد این فکر کنم. و چی میگم به جونم ماما، جونم فهمیدم قربونت برم. I know I love you more. و اینکه چی میگم بهش، بچه میگن دست اینجوری میذاری، این همیشه دوست داره دستش بذاره رو دست من. یعنی حالا الان جون نداره، همیشه با دستش میکشه دست منو که سرشو بذاره رو دست من. خیلی دوست داره این کارو بکنه، یعنی فکر نکنی من دارم خفش میکنم. و اینکه چی میگم بهش، همیشه بچه خیلی خوبی بوده، بچه بسیار مؤدبی بوده، بچه بسیار قشنگی بوده، خیلی محبوب بوده برای خیلی ها. خودش نمیدونه که چه افتخارایی داشته که بغلش کسا و بزرگانی رفته، آدمای بسیار خوب و سرشناسی که عاشقش بودن هر دفعه تریسی رو میدیدن و باهاش میخواستن عکس بگیرن. نه اینکه مثلا میومدن و فقط میگفتن میشه ما با تریسی عکس بگیریم، از شهبانوی نازنین، شهر و شبپره گل، اندی خانومش. من یه بردم تریسی رو براشم رفتم و من دنبالش کو گفتم ما میخوایم با تریسی بریم، رفته بودن عکس اینا گرفته بودن. خیلی ها خانم الو فروهر دارم عکس رو همه رو میذارم، خودش که نمیدونه، به خصوص وقتی که شهبانو یا یه بار دفعه آخری که شاهزاده و خانومشون یاسمین پهلوی اومده بودن سر کار، این روی میز بود، من یه جای دیگه بودم، برگشتم دیدم تریسی باز نیستم بغل خانم یاسمین پهلویه و بهش گفتم خود اگه بدونی که کیا انقدر دوستت دارن، میلیون ها آدم توی ایران دوستت دارن، برنامه رو نگاه میکنن، برای من ویدیو میگیرن میفرستن، دستشون رو میزنن تو رو نشون میدن، برای پیغام میفرستن، نقاشی تو میکشن. تریسی خانوم چند صدها نقاشی برای من فرستادن، همه رو دارم، کشیدن فرستادن که منو تریسی رو کشیدن. بچه هایی که همه به خاطر تریسی عاشق سگ شدن، به خاطر تو قشنگترین سگ دنیایی. و دیگه من اصلا چیزی آماده نکردم حرف بزنم، همه اینا واقعا داره همش فلبداهه میاد. و اینکه مطمئنم تریسی هم انرژیتون رو میگیره و میگرفته تمام این سالها که توی تایتل برنامه من شعرها رو که من نمیگفتم که مردم به نازنین شعر گفتن فرستادم مثلا، بعضی وقتا که اصلا آهنگارم خودشون درست میکنم میفرستادم میشد تایتل برنامه سالی تاک، که تریسی تو همش بوده و یه تاریخی تریسی از اول من و تو تا آخر من و تو بوده. و برای من اصلا وقتی فکرشو میکنم که ممکنه یه روزی اگر من تو برگرده و تریسی نیست، اصلا خیلی
خیلی سخته. همش فکر می‌کنم تریسی با من و تو بود و حالا ممکن دیگه نخواهد بود، ولی فکر میکنم تصمیم درستی گرفتم، چون خیلی داشت زرج میکشه. مگه اینکه الان مثلا امشب خودش بره اینقدر حالش بده. نمیخوام اینقدر دیگه درد کشیدنشو ببینم، چون میگم یه بار توضیح میدم، هیچ دارویی هم نیست. الان یکی نوشته بود دارو، من اینجا 10 تا دکتر اینو دیده استاد. این انقدر اصلا اینجا بیمارستان تخصصی هست که اتفاقا برنامه هاش تو مناطق نشون دادیم. من اون بیمارستان یکیشون یه بار تریسی برای ام آر آی بردم، دفعه دومم که بردم اون به من گفت تریسی 9 ماه دیگه بیشتر زنده نمیمونه. از اون 9 ماه گذشته، ولی همشون تعجب میکنن و میگن این به لطف دارم، میگن این به خاطر مراقبت های بسیار زیاد که من شبانه روز سر ساعت تمام بوده قرصاینو دادم، از هر جا بودم خودم رسوندم که مهمونی نرو، مسافرت نرو، این کار نکن، اون کار نکن، این بچه قرصاشو بخوره که بیشتر زنده بمونه. ولی دیگه الان حتی قرص ها دیگه جواب، اصلا قرص ها زده و این داستان رو بیشتر شاید به وجود آورده که دیگه سرطانم اومد و دیگه ضربه آخر رو زد. و وقتی هم من به موقعی که بودم من گفتم این سرطان داره، من فقط گفتم من این همه به این میرسم، این الان چرا باید سرطان بگیره؟ گفتن ژنتیکه، یعنی دیگه تو ژنش هست، یعنی مننژیت بوده، این سرطان بوده. من همش فکر می‌کنم تقصیر منه، مثلا نمیدونم، اصلا دیدی آدم بچه‌ش چیزیش میشه همش خودشو بلیم میکنه. گفتم همه ژنتیک. دم شما گرم، مرسی از همتون، ممنونم از پیغام‌های قشنگتونم، ممنونم. دایرکتایی که برام این مدت دادین واقعا اصلا خیلی نرفتم تو گوشیم زیاد، چون اصلا دیروزش هم اصلا نمیدید واقعا. یعنی یکی دوستان مسیج زد گفتم چشم نمیبینه، من عینک باید بزنم نمیزنم، ولی دیروز مجبور شدم عینک بزنم، اینقدر گریه کردم چشم نمیدید. ولی تا جایی که تونستم دایرکتا رو خوندم، حالا بعضیشو جواب دادم بعضیشو نه، ببخشید، ولی عالی. یعنی مرسی از ساپورتتون، مرسی از ساپورتتون، مرسی واسه همه چی، مرسی از عشقی که به این بچه دادین. امیدوارم که همین الانم میبینش. من همه تلاشمو کردم که یه تصویر خوب ازش بمونه. ببخشید حالا باز بی حاله، ولی سعی کردم لباسش تنیش کنم. از دیشب تا الان خواب بود و یعنی اصلا تکون نمیخورد، افتاده بود یه گوشه. در همین وقت پاشو گفتم آخه پاشو الان پس بهترین موقع خودش بیدار شد که بیاد لایف با شماها. میگینه ماما قلبش الان آروم میزنه. قلبش اصلا نمیدونی چه جوری میزنه بعضی وقتا، چون خیلی قلبش مریضه. و مرسی مرسی از طرف خودم و تریسی. با همتون خداحافظی میکنم. You know how much I love you, mommy. You know how much I love you, mommy.